رشد جمعیت ایران حدود 25 سال دیگه به صفر میرسه. کاهش نرخ رشد جمعیتی که امروز ایران بهش دچار شده رو کشورهای اروپای غربی و آسیای شرقی حدود 50 سال پیش تجربه کردند. اولین روش این کشورها برای افزایش جمعیت تلاش برای کاهش مرگ و میر مادرها و فرزندانشون بود. قدیما وقتی یه خانواده 3 تا بچه می‌خواست باید 6 تا می آورد تا 3 تا براش بمونه. اما حالا با وجود این همه بیمارستان و مراکز درمان ناباروری و غیر و ذالک، خواستن توانستن است. توسعه اقتصادی و فرهنگی هم یکی از مهمترین این شاخصه هاست. کشورهای غربی برای تشویق زوجهای جوان به فرزندآوری از آدمهای معروف برای الگوسازی تو این امر استفاده میکنن. البته تا زن و شوهری زیر یه سقف نباشن، قطعاً بچه یا اصلاً خانواده‌ای در کار نخواهد بود. این یعنی قبل از اینکه کاهش نرخ فرزندآوری برای ما یه معضل باشه، کم شدن آمار پایین ازدواج و از اون طرف افزایش وحشتناک نرخ طلاقی که زنگ خطر رو به صدا درآورده. حالا با این اوضاع آیا واقعاً وقتش نرسیده که خانواده‌ها به پسر دخترای دم بختشون راحت تر بگیرن؟